سلام و عرض ادب. پمپ‌های خانگی در 3 تا تیپ مختلف در بازار موجودند. پمپ‌های محیطی که معمولاً همچین محفظه و کوزه‌ای دارن. یه لطف کنید زوم کنید. اینها پمپ‌های دسته محیطی هستند. پمپ‌های بشقابی که همونطور که از اسمشون مشخصه پروانه بزرگتر و محفظه وسیع‌تری دارن. پمپ‌های جتی که به اونها پمپ‌های کوزه‌ای هم در بازار گفته میشه. با این تیپ محفظه امروز تلاش میکنم اطلاعاتی در خصوص پمپ نیم اسب محیطی خانگی با شما به اشتراک بگذارم. این برند گرین یکی از بهترین و با کیفیت ترین نمونه های پمپ حاضر بر بازاره. سیمپیچ این پمپ مسه. سیمپیچ ها اگر آلومینیوم باشند به واسطه تولید گرمای بیشتر و مقاومت بیشتری که دارن طبعا مشکل‌زا میشن، چرا که در سیمپیچ ها و الکتروموتورها گرما آفت کاره. حتی روی این محصولات یه سری رله برای حفاظت الکتریکی استفاده میشه تا وقتی دما رفت بالا جریان برق رو به صورت آنی قطع بکنه تا مانع سوختن سیمپیچ نمیشه. مدل این پمپ QM60G. QM ماکس یعنی آبدهی در بیشترین حالت خودش 28.3 لیتر بر دقیقه است. نیاز یک واحد کوچک حدوداً 20 لیتر در دقیقه است. فشار ماکسیمومش 31 متره. حداقل فشار هم 2.3 متر. یعنی زمانی به شما این ماکسیموم آبدهی را میدهد که نهایتاً 2 متر فشار تولید کنه و این به هیچ درد نمیخوره. حداقل فشار برای اینکه شما زیر یک دوش بتونید احساس استفاده از و رضایت از دوش گرفتن رو داشته باشید 15 تا 20 متر ستون آبه. توان مصرفیش نیم اسب بخار یا 37 صدم کیلوواته. ولتاژ 220 و بسامد 50 هرتز. ورودی ها و خروجی هاش هم 1 اینچ هستند. این محصول دارای در واقع حفاظت الکتریکی یا دمایی هستش و دائم کاره. بنابراین اگر ممتد از این پمپ استفاده کنید هیچ اشکالی به وجود نمیاد. این پمپ برای چند واحد و در چه طبقه‌ای مناسبه؟ طبقه همکف با اغماز مثبت 1 و یک واحد کوچک مقیاس. قرار پمپ یک اسب جتی برند گرین رو براتون معرفی بکنم. این محصول دارای پوسته چدنی از نوع سنگین و مقاومت بالا در مقابل تنش‌های محیطی و مقاومت در مقابل یخزدگی. سیمپیچ این محصول مسه. در پست‌های قبلی عرض کردم سیمپیچ مس اولویت. هیچ وقت سراغ سیمپیچ آلومینیوم به خاطر ایجاد گرمای بیشتر و ریسک سوخته شدن اون الکتروموتورتون نرید. حتی سیمپیچ های مس هم در روی خودشون از لحاظ وزنی و تعداد دوری که سیمپیچ شدن داره تفاوت هستن که این محصول حداقل ها رو رعایت کرده و 24 ماه گارانتی به مصرف کننده‌اش میده. اینجا سعی میکنم پلاک این پمپ رو براتون تفسیر بکنم. همینطور که میبینید کیو ماکسیموم 60 لیتر بر دقیقه. اگر با ما همراه بوده باشید در پست‌های قبلی عرض کردم 20 لیتر برای یک واحد کوچک مقیاس ضرورته. پس این پمپ میتونه دو واحد همزمان رو که مقیاسشون و متراژشون کمتر از 100 متر مربع باشه هندل بکنه. فشار ماکسیموم 48 متر. باز خدمتتون عرض کردم برای استفاده از یک فشار آب مطبوع زیر دوش آب باید حداقل 15 تا 20 متر فشار داشته باشه. پس این محصول برای طبقه 2، 3، 4 و حتی 5 مناسبه. توان مصرفی یک اسب بخار که 75 صدم کیلووات خواهد بود و باز هم ولتاژ 220 ولت و 50 هرتز بسامد. این محصول هم مانند محصول نیم اسب محیطیش دارای حفاظت دمایی و دائم کار هستش. این محصول با 24 ماه گارانتی شرکت ارائه میشه خدمتتون و میتونید با کمال راحتی و احساس امنیت ازش استفاده کنید. یک اسب محیطی برند گرین یکی از برندهای مطلوب و خواستنی با 24 ماه ضمانت در بازار ایران رو خدمتتون توضیح میدم. قبلا گفتیم پمپ های یک اسب جتی فشار ماکسیموم که تولید میکردن 48 تا 50 متر بود. این پمپ 60 متر فشار تولید میکنه. پس به شما امکان استفاده در طبقه بالاتر از 5 رو هم میده. یعنی تا مثبت 6 میتونید از این محصول استفاده بکنید. آبدهیش هم با یک مقدار پایینتره 50 لیتر بر دقیقه، در حالی که در پمپ یک اسب جتی 60 لیتر در دقیقه آبدهی داشتیم. طبیعی هم هست وقتی توان مصرفی این پمپ هم یک اسبه، این پمپ هم یک اسبه، ولی این پمپ به شما فشار بیشتری میدهد، طبیعتا باید از
آبدهیش کاسته بشه. این محصول از لحاظ سر و صدا از دو تیپ بشقابی و جتی سر و صدای بیشتری ایجاد میکنه، اما گاهی گریزناپذیر استفاده ازش. همونطور که عرض کردم اگر طبقه مثبت 6 هستید مجبورید از این پمپ استفاده کنید. دور موتور 2850 دور بر دقیقه که حالا در بازار به اونها 2900 تا 3000 دور هم میگن. توان مصرفی هم یک اسب بخار یا 75 صدم کیلووات، 220 ولت و 50 هرتز بسامد صدایی. این محصول هم مانند محصول‌های دیگر برند گرین از حفاظت دمایی و دائم کار بودن بهره میگیره. بار دیگه بهتون توضیح میدم. حفاظت دمایی یعنی اینکه اگر به هر دلیلی الکتروموتور شما سرعت چرخشش بیش از توانش باشه، باعث گرم شدن این محفظه الکتریکی میشه و این حفاظت دمایی در یک آستانه پمپ رو یه دفعه قطع میکنه برقش رو و مانع سوختنش میشه. به محض اینکه اون مانع یعنی افزایش دما برطرف شد، پمپ خنک شد، استارت میخوره. با ما همراه باشید. لایک یادتون نره.